سلام، نیما هستم. در کیا MMA تیم هستیم. امروز میخوایم راجع به تو هولد حرف بزنیم. بچه‌ها ما وقتی که داریم گراپلینگ میکنیم حتما لازم نیست ما پاهای حریفمون رو پس بکنیم. من بدون اینکه پاها رو پس بکنم برسم به موقعیت بالاتنه و شروع کنم به کنترل و سابمیت کردن حریفم، میتونم از همینجا حریفم رو سابمیت کنم با قفل پا زدن. چیزی که امروز میخوام راجع بهش حرف بزنم بهش میگن تو هولد. تو به این قسمتی از پا گفته میشه که 4 تا انگشت به سینه پا متصل شدن. به این قسمت این 4 تا انگشت میگن تو. توی تو هولد که از اسمش معلومه ما میخوایم بیایم به این قسمت حمله کنیم. ما میخوایم سینه پای حریفمون رو تحت فشار بذاریم. حالا چجوری باید برسیم این موقع؟ من دارم بازی میکنم، توی یک حالتی میبینم حریفم یک پاش کنار بدن من بدون استفاده است، نه تکیه داده نه هوک کرده، صرفا بغل بدن من هست. من میتونم از این موقعیت استفاده کنم. من بازی میکنم، میام توی یک حرکت روی پا رو کنترل میکنم با کف دستم. حالا که کنترل کردم میخوام چیکار کنم؟ میخوام بچرخم سمتش تا هم بتونم پا رو ببینم، هم حریفمو نسبت به مچ پاش بی اطلاع بذارم و هم ایزولش کنم. حالا که من رسیدم به اینجا، اینو کنترل کردم، دست دومم از زیر پا رد میشه، مچ خودمو میگیرم. حالا که رسیدم به این موقعیت، این گریپ خیلی خوبو داشتم، الان شروع باید بکنم به فشار آوردن به پای حریف. اینجا معمولا حریف میفهم دچار خودش دور میکنه یا با پای دیگه شروع میکنه به بریج زدن، فاصله گرفتن، میخواد فاصله بگیره. من برای اینکه این اتفاق نیفته میخوام چیکار کنم؟ من این قفل رو میبرم توی بدن خودش، از همینجا فشار نمیارم، میبرم توی بدن خودش که جایی نره. حالا شروع میکنم به فشار آوردن.